السلام علیکم. خبر خوش در شهر یکاترینبورگ. از نام جمعیت تاجیکان ولایت سوردلاسک شهر یکاترینبورگ یک مرکز خدمترسانی کمک به نیازمندان کرانتینی گشاده شد. جمعیت را صاحبکاران وطنی که در این شهر کار و فعالیت میکنند از جمله صاحبکاران چهارم بازا، تاگانسکی ریاد، کامسомольская بازا تشکیل کردند. سراغه این مرکز کامسомольская بازا 71A شخصانی که در حقیقت نیازمندند میتوانند با همین رقم ها تماس و در همین رقم ها پیوستی واتساپ وجود دارد. سراغه و رقم های تلفنشان را روانه کنند، حتما با شما تماس خواهند گرفت. با آن نفرانی که میخواهند کمک خود را رسانده باشند به همین سراغه و به همین رقم ها تماس گیرند. فقط در شهر یکاترینبورگ چند زننده کارهای خیر باش از بنده گفتند، باقی هیچ. در امان خدا. رمضان بار دیگر مبارک.